تحت این عنوان مطالب بسیار مختصری را دارم. دعا بفرمایین که الله سبحانه و تعالی توفیق عنایت بفرمایین که بتوانم در این لحظات بسیار کوتاه حق مطلب را ادا نمایم. شکی نیست همه من و شما بار بار تجربه کرده ایم و ثابت شده است که چطور صدقه در دفع بلاها تأثیر داشته است و شاید هر کدام شما که الان در این مجلس حاضر هستین خود شما تجربه کرده باشین، خود شما بار بار این را تجربه کرده باشین که صدقه چگونه اثر دارد در رد وبا و بلا و در رد مصیبت ها. همه شما این را تجربه کردین، شاید تجربه کرده باشین که صدقه سبب شده است در شفای مریض ها، صدقه سبب شده در آزادی زندانی ها، سبب شده در حل کدام مشکل، سبب شده در حل سختی ها. بار بار هر کدام شما این را تجربه کردین و صدقه تأثیر عجیبی دارد در دفع بلا و وبا و این چیزی است که تجربه هم ایران نشان داده است. در کنار این که همه من و شما باید به تدابیر وقایوی آنچه که دکتران متخصص در این مورد به ما و شما دستور میتن باید عمل بکنیم، در کنار آن باید من و شما به صدقه توجه داشته باشیم، به دعا و نیایش توجه داشته باشیم. در کنار آنچه که دکترها توصیه میکنن مانند شستن دستها، مراعات کردن پاکی، نظافت، دوری از اجتماعات که همه اینها تدابیر مادی هستند، در کنار اینها باید من و شما به صدقه پناه ببریم، به دعا پناه ببریم، به نیایش پناه ببریم، به اذکار پناه ببریم و همه من و شما متوجه صدقه باشیم و در یک همچنین حالاتی باید در کنار هم دیگر باشیم و هم دیگر را کمک کنیم. امام منذری رحمه الله در کتابش ترغیب و ترهیب یک قصه را از امام ابو عبدالله حاکم نقل کردند. امام حاکم در رویش، در چهرهش زخمهای ظاهر شدن، اثرات زخم دیده میشد در چهرهش، خالهایی در چهرهش در رویش ظاهر شدن. بسیار پیش دکترها مراجعه کردن این طرف و آن طرف و علاج کردن که شاید بتوانن این را تداوی بکنن، اما متاسفانه هیچ فایده نداشته. تا اینکه روزی از روزها در یکی از حلقه های درسی شیخ بزرگوارش از او میخواهد که استاد در حلقه درس میگوید استاد برایم دعا بکنین که الله سبحانه و تعالی عافیت را نصیب بگرداند و الله سبحانه و تعالی شفا بده از این خالها و از این زخمهایی که در روی ما ظاهر شدن. خب حلقه درسی به اتمام میرسد. در پایان درس شیخ از شاگردا تقاضا میکند که برادر شما امام ابو عبدالله حاکم تقاضای دعا دارن به خاطر مریضیشان، شما هم دعای عافیت و سلامتی برایشان بکنین. همه اینها دعا میکنند و آمین گفته میشود. در همان شب یکی از شاگردا بعد از نماز تهجد که تهجد میخواند دستا را بلند میکنند و برای امام حاکم دعا میکنند که الله سبحانه و تعالی به ایشان عافیت را نصیب بکنند و الله سبحانه و تعالی این مریضی را و این خالها و این زخمهایی که در روی او ظاهر شدن یار الله سبحانه و تعالی دور بکند. دعا میکنند و سپس یک لحظه خواب میشوند، سر را میبانند که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم را خواب میبینند. در خوابش به این شاگرد میگوید که امام حاکم را بگویند که به مردم آب بنوشانند. امی قدر میگویند. وقتی که از خواب بیدار میشوند ورقی را نوشته میکنند، خواب خود را یادداشت میکنند و ورقی را نوشته میکنند. صبح وقتی که در درس شیخ بزرگوارش حاضر می شود ورق را بر بالای روی میز او میمانند. شیخ وقتی ورق را نگاه میکنند میبینند که این شاگرد خواب دیده است. رویش را به طرف امام حاکم میکند، میگوید که یکی از شاگردان دین شب بعد از نماز تهجد برای شما دعا کردن و بعد از او خواب دیدن که محمد رسول الله میگویند که امام حاکم را بگویین که به مردم آب بنوشانند. امام حاکم در روبروی خانهش یک چیزی را شبیه آودان جور می کند و او را پر از آب می گرداند و سپس او را از یخ پر می کند تا مردم از او آب بنوشند. تاریخ نوشته کرده است کمتر از مدت یک ماه می گذرد که تمام اثرات زخمی که در روی حضرت امام حاکم بوده است همه جور می شوند و برطرف می شوند.
این اثر صدقه بوده است. سبحان الله. بله عزیزان، این همان اثر صدقه دادن امام حاکم بود. آب دادن صدقه است عزیزان، نان دادن صدقه است، کمک کردن صدقه است و با پیشانی باز برخورد نمودن صدقه است، راه را نشان دادن به دیگران صدقه است و شکی نیست که صدقه اثر بسیار عجیبی دارد در رد بلاها و در رد وباها، اثر بسیار عجیبی را دارد. قصه می کنند یک کسی از یکی از اساتید قصه می کرد که کسی مراجعه کرد که زنم حامله است و الان بعد از 4 ماه بعد از اینکه دکترها تلویزیون معاینات تلویزیونی گرفتن میگویند جنین شما و زن شما ریه ندارد. لذا ما آمدم سوالم این است که آیا اجازه است ما سقط کنیم ایره؟ آیا اجازه هست برای زنم که ایره سقط کند این جنین را؟ میگه من عرض کردم که نخیر، از نظر شرعی چون بعد از 4 ماه بچه زنده میشود در شکم مادر، اجازه نیست که ایره سقط بکنین. میگه بسیار پریشان بودم، پیش 4 نفر دکتران متخصص نسایی ولادی رفتم، همه اینها گفتن که این جنینی که در شکم زن شماست این ریه ندارد و این اگر متولد شود ناقص الخلقت است، خلقتش کامل نیست. میگه از طرف دیگه علما اجازه سقط را هم نمیتن. میگه شروع کردم به دعا و نیایش و دادن صدقه را میدادم. بعد از گذشتن 3 ماه یا 4 ماه وقتی که معاینه تلویزیونی گرفته شد، سبحان الله والله تعجب کردن دکتران، گفتن بچه شما سالم است و ریایش هم تکمیل است و بعد از 9 ماه وقتی که به دنیا میاد کامل الخلقت، سلیم الخلقت، کامل و جور به دنیا میایند. بله عزیزان، این است اثر صدقه. و الان هم باید در مقابل این وبای به نام ویروس کرونا باید من و شما با اسلحه دعا و صدقه و با این 2 اسلحه به مقابله ویروس کرونا برویم، با اسلحه دعا و صدقه و دعا و نیایش. و در این مورد که صدقه اثر بسیار زیادی را دارد در رد وبا و بلا، آیات و احادیث زیادی وجود دارد. اما عزیزان، در این روزها بسیاری از مردم ذخیره ها دارند که از ذخیره هایشان استفاده می کنند. تاجر، دکاندار، کاسب ماشاءالله دستشان به دهنشان می رسند، ذخیره دارند ماشاءالله، خودشان مال و منال دارند. اما بسیاری ها فقط برای لقمه روزمره خودشان کار می کردن که صبح به دست می آوردن و شب می خوردن بس. بسیاری هم این قسم مردم هستند. در این روزهاست عزیزان من که صدقه ارزش بسیار زیادی دارد. همه من و شما باید متوجه صدقه باشیم و تو باید به عنوان یک مسلمان در فکر بیچارها باشید، در فکر او مزدورکار باشید، در فکر او کسی که الان بیکار است. تو وظیفه دارید که باشید. فکر نکن که صحبتم با تاجر است، صحبتم با کاسب است، نخیر، صحبتم با توی بیچاره و مسکینم هست که بر تو هم صدقه لازم است. تو باید صدقه را در این روزها ادا بکنین. و الله سبحانه و تعالی در سوره بقره می فرمایند، صحبت در مورد این بود که صدقه اثر بسیار عجیبی دارد در رد وبا، در رد بلا. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره می فرمایند الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خوب توجه بکنین، کسانی که اموالشان را در راه الله خرج میکنن و در پی انفاقشان، خرج کردنشان، صدقهشان منت و آزار را نمیمانند، اجرشان نزد پروردگار است، نه بر آنها ترسی است و نه بر آنها غمی است. شاهد مورد بحث در این جزء آیت است ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آنانی که انفاق میکنن در راه الله، آنانی که در راه الله خرج میکنن، الله وعده داده است که ولا خوف علیهم، بر آنها ترس هیچ چیز نیست، نه ویروس کرونا و نه دیگه ویروس ها، هیچ ترسی بر آنها نخواهد بود. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی از آینده بر آنها خواهد بود و نه ترسی از گذشته و نه غمی آنها از گذشته خواهند داشت. آیا ما نمیخواهیم که از ویروس کرونا در امان باشیم؟ آیا ما نمیخواهیم بلا و وبایی که این روزها عالمگیر شده است ما در امان باشیم؟ فرزندان من و شما در امان باشد؟
بیاییم پناه ببریم به صدقه. چه کسی از الله راست گوتر است؟ الله میگوید آنانی که خرج میکنند در راه الله سپس منت نمیمانند، سپس آزار نمیدهند، برای آنها اجر است نزد پروردگارشان و نه ترسی است بر آنها و نه غمی. و الله سبحانه و تعالی همه من و شما از ترس و غم حفاظت بفرمایند. حتی بعضی از مفسرین نوشته کردند زمانی که در مدینه منوره انصار مهاجرین را کمک کردند، جان و مالشان را در خدمت مهاجرین ماندند. مهاجرینی که از مکه معظمه به سوی مدینه منوره آمده بودند، مهاجرین انصار مدینه منوره جان و مالشان را در خدمت مهاجرین ماندن. انصاری که در مدینه منوره بودن جان و مالشان را در خدمت انصار ماندن، او مهاجرینی که آمده بودن از مکه معظمه. بله عزیزان، مدتی می گذرد بعد از اینکه الله سبحانه و تعالی اسلام را پیروز می گردانند، مسلمانان کامیاب می شوند، غالب می شوند، بعضی از انصار به بعضی دیگه می گویند که الان خب مسلمانان پیروز شدن و الان مسلمانان زیاد شدن، مددگاران و نصرتگاران هم زیاد شدن که نصرت می کنند مسلمانان را، و الان من و شما نیاز است که به خانواده خود رسیدگی کنیم، به مال و اموال و به زمین خود رسیدگی کنیم. لذا الان برای ما و شما بکار است که کمکی به خود رسیدگی کنیم. الله سبحانه و تعالی بعضی از مفسرین میگویند این آیت را نازل فرمودن و انفقوا فی سبیل الله، خرج کنین در راه الله، ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، با دستان خود را به هلاکت نیندازین. خوب توجه بکنین، با دستان خود را به هلاکت نیندازین. در آیت اول الله فرمود که با انفاق شما در امان میمانید. در آیت دوم الله فرمود که با عدم انفاق، این که تو در راه الله خرج نکنید، تو با دستان خود را در هلاکت انداخته اید. بله عزیزان، کسانی که در شرکت های تجاری کارگر داشتند، بسیاری ها شرکت تجاری دارن، کارگر داشتن در آنجا که کار میکردن برایشان و ماهوار به آنها معاش میدادند. لذا الان بنابر دلایلی شرکت بسته شده است، بند است. من توصیه میکنم که معاش آنها را پرداخت بکنین، من توصیه میکنم که معاش آنها را بدهین در این روزها. بله عزیزان، و معاش آنها را قطع نکنید. مزدورکارانی که با شما یک عمر کار میکردن و الان کار بند شده است، توصیه میکنم ارباب که معاش آنها را بدهید.